من از تو دورم امروز مادری جان، تو در شگناو و من در شهر قرغان. به نزدت من بیایم بعد چند ماه، اگر باشد نصیب از سوی الله. مادر قیمتترین و نایابترین گنج است که به کسی دوباره میسر نمی گردد. چون که به همه ما و شما معلوم است امروز روزی عید مادران است و من هم از فرصت مناسب استفاده برده همه مادران را به روز عیدشان تبریک گفته از درگاه یزدان پاک به آنها تن صحت، خانه آباد و در زندگیشان بهترین خوشی ها را تمنا دارم. عیدتان مبارک مادران عزیز. گویند مرا چون زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. صدها بلی گوهره من ویدار نشست و گفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا بود تا سیوه را رفتن آموخت. پس هستی اوست و هستی مست تا هستم و هست عالم است دوست. مادرم جان شیرینم را فدایت میکنم، در دل و در دیده های خیش جایت میکنم. گر نبودی تو مادر من نبودم در جهان، این جهانی بی وفا را خاکی پایت میکنم. مادر یگانه موجود است که انسان می آفرد و طوری که بزرگان گفتند با یک دست خود گوهره و با دست دیگرش سیاره را می جنباند. بگذار روزی مادران به هر پیر و برنای دیار، زنان و مادران عزیز و دختران مهربان ما خوشروزی و سعادتمندی نصیب گرداند. Labaya uçağı. Ya Rafiqim qati jam girişsin. بیام نمیتونم اومده باشه. همین یه روز که اومدم برام دامگیری دو وقت کام نکرده. مایل خیلی بازم میزنم. خب مایل نمیتونم. دوستم تو کاری خطا کردی. برای چی؟ چون که وقتی مادر تو رو فریاد میکند فکر کن جنت تو رو فریاد دارد. من کاری خطا کردم. مادر مادر تو نازنینی مادر، بشکفته گل تو در زمینی مادر. اختر که با آسمان نمای دارد تو اختر این چرخ برینی مادر. از خنده دادرم دلم شاد شود، از خنده خواهرم دلم شاد شود. روزی که زیمن شاد شود مادر من، از شادی مادرم دلم شاد شود. نه نقره و نه زیور و گوهر خواهم، نه دولت و نه ثروت و منبر خواهم. بالای سر 4 فرزند پدر، پاینده و جاویدان مادر خواهم.